در شهر خوجند مسابقات با گیمناستیک ورزشی بین کودکان از 4 تا 6 سال برگزار شد. در این چهاربینی ورزشی که با تشبث فدراسیون گیمناستیک ورزشی کشور راه اندازی گردید، 8 دسته کودکان تا 6 ساله از مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی شهر و ناحیه‌های ولایت اشتراک نموده در نمودهای گیمناستیک ورزشی مهارت سنجی کردند. این چهاربینی ورزشی با مقصد به طرز حیاتی سالم جلب نمودن کودکان و از خردسالی در دل آنها زیاد نمودن مهر ورزش راه اندازی گردید. مقصد برگزاری این مسابقه برای جلب نمودن کودکان به ورزش می باشد. وقتی که کودکان به ورزش مشغول می شوند، اولش به سلامتی خودشان فایده کلان می برند و در آینده همچون یک شخصیت های سالم و بردم به وایه می رسند. عموما گیمناستیک ورزشی برای کودکان خیلی اهمیت کلان دارد. در مسابقه دسته های پرستو، آفتابک، عقابچه و عزیز دلها بین هم مهارت سنجی کردند. کودکان در این چهاربینی ورزشی با شوق و هوس، شادمانی و خواهش زیاد اشتراک نموده بالید روح و مسرور گردیدند. والدان و مربیان کودکان از برگزاری چنین مسابقه اظهار خوشنودی کرده ابراز داشتند که برگزاری چنین چهاربینی های ورزشی در دل کودکان مهر ورزش را زیاد می‌نماید و آنها من بعد طرز حیات سالم را انتخاب می‌نمایند. این مسابقه ها خیلی مهم است برای سلامتی کودک، برای پیشروی کودک. همیشه میخواهیم که کودکای تاجیکستان همیشه صحت سلامت باشند و ورزش بسیارتر مشق کنند و آینده تاجیکستان ما را به پیش برند. ما همیشه با فدراسیون گیمناستیک ورزشی همکاری میکنیم. معلمه های اینها با کودکستان ما رفته مشق میآموزند. کودکان خیلی خودسند با این مشغولیت ها و برای سلامتی هر یک کودک ورزش خیلی مهم است. مورد به ذکر است که سال از سال این نمود ورزش در ولایت سوخت رشد یافته ایستاده است و مربیان در برابر جلب کودکان به تالارهای ورزشی همچنین در کودکستان ها نیز به کودکان گیمناستیک ورزشی را می‌آموزانند. مسابقه در سطح خوب تشکیلی جریان گرفته، غالبان و جایزه‌داران و اشتراکچیان فعال با تحفه ها قدردانی کرده شدند.